شماره بزرگ مهاجران در شهر سیوداد خوارس مکزیک واقع در مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا جمع شدند. بعضی از آنها خود را به خدمات مرزبان آمریکا در منطقه الپاسوی ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا تسلیم نموده پناهگاه سیاسی طلب می کنند. دیگران منتظر 21 دکبر می باشند. ماه گذشته دادگاه آمریکا حکم برآورد که سر از 21 دکبر دستور پرزیدنت ترامپ درباره اخراج فوری مهاجران وابسته به پاندمی کووید 19 خاتمه یابد. ولی ایالت چیهواهوای مکزیک میگوید وضعیت غیر قابل تحمل است. او اثنای صحبت با خبرنگاران از حکومت مکزیک تنقید کرد که به گارد ملی اجازت داد 1500 مهاجر را تا به شهر سیوداد خوارس انتقال دهد ولی ذخیره برای تأمین مهاجران فراهم نآورد. خدا را شکر مقامات مکزیک به ما کمک کردند و ما در شرایط امن به مکان لازمی رسیدیم. مشکل بود ولی خدا را شکر مردم مکزیک به ما یاری رساند و با غذا هم تامین کرد. این گروه مهاجران تصمیم گرفت رود ریو گرانده را عبور نموده خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده تسلیم کند. مقامات مکزیک سد راه عبور مرز نشدند. کسی مجبور نیست که در اینجا دائمی بماند. وقتی مهاجران میآیند ما به آنها غذا میدهیم، آنها چند ساعت استراحت میکنند و سپس ما آنها را با کمکی که از طرف حکومت مکزیک فراهم آورده می شود شناس میکنیم. هر عائله خودش تصمیم میگیرد که چیکار کند. تا این زمان هزارها مهاجر خود را به خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا تسلیم کرده است. به گفت سخنگوی خدمات مرزبان ایالات متحده آمریکا در منطقه الپاسو هر روز تخمیناً 2100 پرونده مهاجرت برای ارزیابی قبول می شود.